چیزی که من شک داشتم که آدم از کجا سرچشمه میگیره، یعنی معنای این که از زیر پلو مولی برآمد. با جناب کاوش که علنی بر دین اسلام و با مقدسات اسلام میتازه، جناب یاور چی گفتگو داره؟ تا آخر این ویدیو رو ببینید. در افغانستان حمله تازیان 1400 سال قبل به زور شمشیر بودن کاملا، و اینها اسلام را به زور امون شمشیر آوردن بدون شک. بدون شک. حالا شما پس بدون شک. یعنی این آدم با اینا موافق است. با کی؟ با کاوش، شخصی که علنی خداوند را و پیامبر اسلام را توهین و تحقیر میکند و اسلام را همیشه تنقید میکند و این جناب با ایشان میگه بله، میگه بدون شک. پس احادیثی که ما در کتابای احادیث دیدم، یکی از احادیث پیامبر اسلام را ما برای شما فارسیش میگم چون وقت زیاد نگیره. رواه ابو داود باب فی العصبیه رقم، یعنی حدیث 5121 هست. ترجمه میگه حضرت جبیر بن مطعم رضی الله تعالی عنه روایت است که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند نیست از ما، یعنی پیروان من، آن شخصی که دعوت میکند به سوی عصیبت، یعنی تعصب. میگه از اهل من نیست و با تعصبات قومی دعوت میکنند. قسمی که همین شخص که به نام یاور هست مردم افغانستان را به تضاد و تعصبات قومی و لسانی دعوت میکند. پیامبر اسلام میگه از اهل من است. این شد ثبوتی که علنی در کتاب ابو داود است. حالا میاییم در قرآن عظیم شان. در قرآن عظیم شان الله سبحانه و تعالی میفرماید که واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. پس اینجا خداوند هم میگن ای مسلمانان بیاین همگیتان به یک رسمان خداوند دست بزنین، او را محکم بگیرین و به گروه و قبایل تقسیم نشوین. یعنی تعصبات را دامن نزنید. وقتی که ما بریم با ترجمه این آیه قرآن و احادیث نبوی، حرف زده شد از چی؟ از تعصب. قسمی که این آدم علنی دامن میزنه. حالا شما بشنوین که پیش چی میگه. چون هویت اسلامی را میپذیرید و خودتون را مسلمان میگید. مثلا مرد عزیز، مرد بزرگوار، شما میفهمید که ما در یک جامعه زندگی میکنیم که یک جامعه به شدت سنتی هستن. یک باورهای سنتی بسیار دیرینه، فرهنگ‌های بسیار دیرینی هست که متاسفانه در این سرزمین پیدا میکنه. متاسفانه ما امروز متفاوت اندیشه داریم، دیدگاه‌های ما متفاوت است. مردم ما در قبال پذیرش خیلی از مسائل هنوزم در ابتدای خطوط قرار دارن، یعنی با اندازه به پختگی کامل نرسیدن. یعنی اینا قبول دارن چون میگه جامعه سنتی داریم، مردم ما با او فهم و انگیزه نرسیدن به انگیزه و فهمی که جناب کاوش تو رسیدی یا ما رسیدیم، ولی خودش واضح نمیگه که با اسلام توهین بکنه چون خودش با کاوش هم نظر است. شما ببینین که دیگه چی میگه. ما یاد میکنیم در میان دل تاریخ وقتی ما مراجعه میکنیم خیلی از مسائل نگران کنیم داره. شاید بر تعدادی از دوستا دیدگاه های مشخص عرب یک مقدار و جالب تر باشه، اما من وقتی میان تاریخ میخونم من یک دیدگاه متفاوت در قبال عرب پیدا میکنم. مثلا در قسمت زبان ما، مثلا در قسمت تاریخ ما، مثلا در قسمت هویت ما، مثلا در رابطه با اقتدارهای بسیار زیاد. حالا نمیخوایم که بس برام روی مسائل سیاسی، چون عقیده های هر انسان قابل به احترام است بر ما و ما هم در عقیده های مردم اصلا دیدی نداریم. این باور شخصی ما چی هست تعلق میگیره بر درون ما در میانه جغرافی هم مشکلات باور شخصی ما میگه تعلق میگیره به درون ما. قسمی که آقای کاوش هم میفهمه و این جناب هم میفهمه که عقیده درونی ما چیست، چون در اونجا پیامبر اسلام منع کرده از تعصب. باز خداوندم گفته که شما به گروه ها تقسیم نشوین، تعصب نکنین. پس ببینین دیگه چی میگه. بسیار جدی داریم. اگر آهسته آهسته ما مشکلات گره ها را باز نکنیم متاسفانه ما به جا نمیرسیم. گره ها به نحوین مختلف تا قسمت ما را رساندن. ما نیاز داریم که پته های زینه ها را آرام آرام طی بکنیم.
آرام آرام پته‌های زینه ها را طی بکنیم تا که باب باز شود برای ملحدیت، برای تعصب، برای جنگ‌های داخلی، برای خانمانسوزی و تخریب افغانستان بار دیگر. ببینید شما بشنوید این توضیحات مجبور هستیم که باید بدیم. به او آگاهی نیاز دارن، به او ذهنیت باید ما برسانیم، به او آماده پذیرش خیلی از موارد شوند. اما شما موافق هستین؟ بله، عرب در داخل سرزمین ما مشکلات بسیار جدی را بردن، عرب آمدن تمدن ما را ناراحت کردن، عرب آمدن با خیلی از مواردی که ما متاسفانه به اذیت شدیم، ناراحت شدیم، در بدر شدیم، به اینا پیش رفتن. و در این ساختارها هم بیشتر مردمان خود ما زیر دخل بودن که امروز بنامین مختلف و سربلندانه در جاهای مختلف قابل احترام هم هستن و احترام میشن. اما دیدگاه ما در قبال تاریخ یک مسئله دیگه هست که جامعه ما هنوز در حال حاضر من فکر میکنم گراف را پیدا نکردن، وزن را پیدا نکردن که بفهمن. خب او گراف و او وزن را جامعه افغانی، یعنی جامعه که افغان‌ها در افغانستان زندگی میکنن، او وزن و او گراف را پیدا نکردن که چه قسم از دین اسلام منحرف شوند و چه قسم تعصب را دامن بزنن و چه قسم راه را انوار بسازن تا افغانستان بار دیگر به خاک خون کشیده شود. این است اصلیت این آدم که به نام یاور تخلص میکنن که اصلش، منبع اصلیش هم نظر بودن با ملحدین، فریتینکران که در سوشال میدیا ما میبینیم علنی و حرفایش شما شنیدین و دیگه هم بشنوین. بله، یاور عزیز، یکی مسئله عرب هست، یکی هم مسئله ایدئولوژی اسلام هست. این دو مسئله متفاوت هستند. کمی نظر به کدام دلیل؟ به این دلیل که ما عرب هایی داریم که با جان و دل مردم دوست، انسان دوست، عاشق تمدن، عاشق انسانیت هستند و انسان ایجا منظورش از او اعراب هستن که اونا مسلمان نیستن، منظورش از اعراب هستن که اونا یهود هستن، یعنی اصلا یهود است ولی زبانشان عربی است، یا مسیحی هستن ولی زبانشان عربی است. های بسیار خوبی هستند. این نه که عرب ارچی باشد مرا دشمن است، این شعر جاهلی هست. یعنی یک انسان جاهل میتونه از یک تبار دیگه متنفر باشه. اما واقعیت ها را باید بگوییم. گفتن واقعیت ها هیچ کدام شرمی نیست. حالا سوال اینجا پیش میآید، ما فکر میکنیم جامعه ما در طول دوره‌های مختلف اینا اسلامی بوده؟ جامعه ما، خب ما نمیتونیم جامعه اسلامی بگوییم، به خاطر که امروز هم حتی داره مواردی را این جامعه در خود که اسلامی نیستن. امروز حتی داره. در طول 129 سال شما فکر میکنین که همین ساختار مکمل اسلامی آمده تو اینجا؟ ببینین نه اینجا تعصب است. زمانی در مقطع‌های متفاوت زمانی نقض اسلام هم شده. من میگم بیشتر شما ببینید بزرگوار عزیز، وقتی ما میریم حقوق منظم یک انسان بزرگوار عزیز، پس گاو سیاه شیر سفید. برادرای مسلمان، اگر یک روز خمردنی هستین، میمورین، همگی ما کل نفس ذائقه الموت، اگر به نقش قدم از این شخصی که به نام یاور خود را مسما ساخته و در سوشال میدیا کار میکنه، راه شما به ترکستان است. لطفاً بعد از این حرفای یادم خود را بشناسین و راه راست را تعقیب بکنین که نشوه خدای نخواسته که برای شما دیر شده باشه. روز خوش، شب خوش، سلام و احترامات بار دیگر برای شما تقدیم میکنم.